چه خبر؟ بدبختی از ایران مهاجرت کردم ونکوور. ونکوور دیگه. چطوری بچه؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. امیدوارم کلی بخندین. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگولم یادتون نره. از بین لایک و کامنت ها یه نفر 1 میلیون برنده میشه. ای کامنت بالا یکی باشه. برنده قبلی هم میاد اینجا. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. چه خبر؟ بدبختی از ایران مهاجرت کردم ونکوور. بعد ونکوور یه ویلا گرفتم، خوشم نیومد، رفتم تورنتو یه خونه دیگه گرفتم، اونم زیاد مالی، نصف هفته اینورم نصف هفته اونورم، میدونیم که دلمو نزنه. دیگه پولداری هم دردسر داره دیگه، آدم اذیت میشه. آدما هرچی پولدارتر میشن مشکلاتشون بیشتر میشه. به خدا اصلا خسته شدم. اصلا ونکوور هم حال نمیده، نه ونکوور نه تورنتو. والا فقط اتاقت همونی که تو ایران بود نیست؟ چرا من اینجا یه دیزاینر پیدا کردم، $3000 بهش دادم. بگو $3000. دلار $3000 $3000 بهش دادم. گفتم که این مای روممو تو مای هومم فیکسش کنه. واسه همین دیگه تقریبا اصلا اینقدر درگیریه نمیدونی که اصلا حال نمیکنم با ونکوور. ونکوور دیگه. آره این ونکوور جدیدن نمیدونم چرا اینا چیز میکنن، این آهنالاتی ها دوباره ونکوور هم رفته. بابا 2 دقیقه نمیداریم ما چوتی بیایم. ای بابا پدیکوره؟ نه این فرق پدیکور و مانیکور رو میشه من بگی؟ من خیلی نوبم. فکر کنم پدیکور برات منم نمیدونم. الکی حالا اینو خودش ناخونکاره. مانیکور فکر کنم برای دسته، پدیکور برای پاه. مانیکور واسه پاه؟ نه مانیکور برای دسته. دسته میدونست. پدیکور واسه دسته، پدیکور واسه پاه. پدیکور واسه پاه. الان شما مانیکوری یا پدیکوری؟ من جفتش. بلد نبودیم اصلا. اسم چیه؟ مبینا. مبینا چند سالته؟ 18. من سیب میخورم اذیت نمیشی یا؟ نه خدایی؟ خیلی خوشحال. آره فقط یه ذره حالم من میخورم. یعنی چی بد میخورم مگه؟ نه خوب میخوری. دل چه آقا بد داری. خب نه ببین آخه دیشب یه رضانامی اومد تو لایو استریم تلگرامم، چنل تلگرامم میاد اینجا جوین شین، شب لایو استریم میذاره و گفتش که برو تو ویدیو سیب بخور. منم گفتم باشه. به فنامون احترام بذار من بچه ها رسیدن ما عوض کنم. چی عوض کنیم؟ جامو. خب باشه برو. کجا میخوری؟ برو تو. الان میخوام تازه سورپرایزش کنم. یعنی قطع کنی؟ قطع کنم؟ نرو من میشه باشن سورپرایز شه. منم ببینم داره سورپرایز میشه. نه نمیشه. ای بابا الان قراره سورپرایز شه؟ آره قرار سورپرایز شه. بنده خدا. باشه برو دیگه. باشه. کی سورپرایز شه راستی؟ پسر داییم. پسر چند سالشه؟ 22. 22 ساله اون بود. بابام میگفت مگه 1 سالت بود تولد نشد. باشه آجی برو. یه دقیقه وایسا. کادو چی گرفتی؟ مگه باید کادو بدم؟ نه کادو باید بدی. من نمیفهمم چرا کادو نباید بدی. حضور خودم براشون افتخاره. حضور خودم کافیه. نمیشه. باشه برو گیر کردی دیگه. قطع شد. ان تو این زندگی چرا آخه من تو درس داره من باید بری یک چون سورپرایز کنی. ببین من خب بذار یه چیز واسهتون تعریف کنم. این که رفت به من گوش بدید. من تا حالا تو عمرم سورپرایز نشدم. من هیچ چیز سورپرایزم نکردم. هیچ هم واسم تولد نگرفتم. تولدم نگرفتم. دیگه کسی هم واسم کیک نگرفت مثلا بگید. البته چرا وایسا؟ نه نگرفت. نه سورپرایزم کردن. تولد گرفتن. تولدم هم یادشون نمیمون. می چرا؟ چون من 3 فروردینم. خب بعد همشون یادشون میرم. میخورد به تعطیلات عید، تعطیلات نوروز. بعد مثلا یهو 5 فروردین خودم یادم میافتاد. 6 فروردین داداشم یادش میافتاد. 7 فروردین میومد داداشم به بابا اینا میگفت راستی 3 فروردین تولد سهیل بودا. بعد مثلا بابا اینا میگفتن سهیل یادمون رفت تولدت مبارک. بابا اگه این ویدیو رو داری میبینی اب نداره.
اب نداره مشی. تو واسه ما تولد نگرفتی تو کشی، ولی پسرت برات تولد نمیگیره تو کشی. غلط کردی یعنی. نه یه چی غلط کردی. گو خور ببخش. آره بابا تولد نگرفتی واسه من، ولی من واسه تولد میگیرم تو کشی. با هم میخوریم آش کشکی. آفیه نداشت. نمیتونی تو آهنگ در بیاری صادق اینجوری کشتی تو چقدر کشکی. اینو بهتون بگم، میدونین چرا حموم هر کاری دوست داره میکنه؟ چون دوش داره. ببین آره من امروز آدم استرسی شدم، نمیدونم چرا. بعد غمگینم، حس میکنم یکی بهم انرژیشو، یه انرژی فهمیدم آشغال. امروز تنم خورد به تنه یکی تو باشگاه، این انرژی منفیش اومد سمت من. میبینی چه آدمایی پیدا میشن. آره اسم چیه؟ من آنیسا. آنیسای عزیز. آنیسا ببخشید. ای بابا یه آنیسا هم داشتم بهش گفتم آنیسا ناراحت میشه. چند سالته آنیسا؟ من 19 سالمه. بابا باری کل. نمیدونم اصلا امروز شما چند سالته؟ چند میخوره؟ 23 4. خدایی؟ خیلی خوب موندم واقعا. من 32 سالمه. یا اول فر؟ نه شوخی کردم. آره نه همون 25 6 انشالله. نه تلفن خونمونه داره زنگ میخوره. فهمیدی؟ تا حالا نشده من ریکورد کنم تلفن خونه زنگ نخوره، کسی اینجوری درو نشکنه بیاد تو، یهو دایی عمویی خاله‌ای عمه‌ای من تلفن جواب نمیدم. برو من تلفن رو جواب بدم قطع شد. ولش خب داشتم میگفتم کجا بودیم؟ آها ببین نگاه کن امروز اصلا خب دیدی دلت آشوبه بعضی روزا. نمیدونم شاید به خاطر غذایی که خوردمه، چون من برنج و شامی خوردم، خب بعد ماست خوردم، بعدش ترشی خوردم، بعد یه دونه سیر ترشی خوردم، بعد الان یه دونه هلو خوردم با شلیل. انگوراش هم خوبه. انگور خوردم الان، چای نبات ولی خوردم. بگو یکی بیاد پیشت. جدی؟ چرا؟ خیلی احتمال داره که راهی بیمارستان شی. نه تهش نه. من تا حالا بیمارستان نرفتم. من تا حالا خیلی برام اتفاق بدی افتاده. چند ساعتی دستشویی بودم همین. در صورت نشده برات. نمیدونم دیگه اشتباه کردم. ببین بیا یه سری میخوام سوالای دارک بپرسم از صادق عزیز. خواهش میکنیم که یک آهنگ دارک برای ما بذاره. The Secret of نگاه کن بدترین جوزی که زدی چیه؟ حالا جوز چیه به اصطلاح؟ جوز مثلا تلسیدی، مثلا تلسیدی توهم مثلا زدی مثلا به چشت. مثلا من یه بار رفته بودیم دماوند، خب قله دماوند رو داشتیم فتح میکرد. نه یعنی رفته بودیم دماوند ویلای یکی از بچه‌ها، بعد مردونه من اصلا الان میگم مرد بودیم همه پسر همه. بعد ناگهان تقریبا حدود ساعت 4 و 5 صبح بود، ناگهان یهو یه صداهای عجیب غریبی می اومد از رو سقف ویلا. خب بعد اون موقع یهو ژیلا مرد بودیم نه این ضرورالمثل ویلا با ژیلا یهو اومد تو ذهنم. بعد رو سقف یه صداهایی اومد عجیب غریبا. فکر کنم مثلا راحت من گفتم 3-4 تا جن اونجا دارن نرمش میکنن گرم میکنن که بیان پایین اینجوری می‌خواستم بیام به شما ملحق بشم. آره ولی من ریدم واقعا از ترس ریدم. میخواستم اینو بگم شجاعم ولی نه کاملا ریدم. ولی جن نبودن، اونا موش بودن. موش میترسی؟ نه جدی میگم 1000 تا موش بودم فکر کنم. ابی موش چی؟ بگو دیگه خلاصه بدترین جوزی که زدی چی بوده؟ آخه تا حالا جوز خاصی نزدم. آخه تا حالا چیز اونجوری بخواد پیش بیاد برام نه. فقط من بعضی موقع مریض میشم توهم میزنم، با عروسک‌ها حرف میزنم با در دیوار. این جدی داری میگی؟ خدا وکیلی؟ به خدا سرما میخوری با عروسک‌ها حرف میزنی؟ آره آره دیگه حالم بد باشه خیلی کمم تب کنم مثلا با در و دیوار با عروسک‌ها شروع میکنم صحبت کردم. داریم از بین میریم بچه‌ها. چند سال دیگه تقریبا بیماری زامبی میاد، هممون زامبی میشیم. No answer. You don't really think that you were going to get through this without being punished now, did you? تولدش باشه چجوری
سورپرایز میشه؟ سر دور اومی تیوی گرفتن شوفم ای کجا بود این چی؟ آخه شب تولدش کی سورپرایز میشه؟ منو تا حالا هیچ چیز سورپرایز نکرد. آخه من واسم تولدم نگرفت ولی بهم کادو خیلی دادن. آخه ما با این کادو ندادیم. کادو ندادین؟ چرا فقط یه کیک گرفتین سرشو هم آوردین با کیک؟ آره دقیقاً همون. اسم پسردایی چیه؟ امیر مهدی گل. داداش اگه این ویدیو رو داری میبینی گول نخور داداش، اینا سر یه کیک جمع جورش کردن. فردا واسه شون تولدشون یه کیک یزدی بگیر، یه کبریت بذار اونجا. کادو بعد میگرفتی خانم، من نمیفهم 22 سالشه اون الان باید یه دونه توییتا جی تی 86 براش کادو میگرفتی. آره 2 بار. تولد خودم هم نزدیکه. تولد کیه؟ هفته دیگه. شهریوری آره؟ بله. مثلا میدونم ماها چجوری هم. مثلا هیچ کدوم از ماها رو حالیم نی چی به چیه. من شهریوری حالا نمیدونم ولی دیدی توی جمعی این ببین دستت گرفتی زیر میکروفون گوشی فکر کنم آره؟ اوکی شد الان؟ ببین دیدی مثلا توی جمعی میری مثلا میگه دختره میگه عزیزم شما چه ماهی هستی؟ مثلا میگه فروردین میگه وای فروردین واقعا مزخرفه واقعا واقعا ولی به نظر من همش شروره، همش برمیگرده به شخصیت آدم. چقدر جدی شدن. ولی واقعا آبانی‌ها و خردادی‌ها خوب نیستن. برو بابا. ببین من الان من یه رفیق خردادی دارم دانیال، خدایی خوبه. تو رفاقت خوبن. شخصی تو رابطه ماهه. من خودم باشه مدت تو رابطه بود. نه خدایی من میشناسم، من وقتی میدیدم تو رابطه بود عالی بود. حرف نداره. نمیدونم. حالا ولش کن اینا رو ولش کن. ببین میخوام یه سری سوال ازت بپرسم. خب مراقب خودت باش چون من با این سوالا شخصیت تو رو میتونم حدس بزنم. میدونستی من دکتر تراپیست روانشناسی مهندس پزشکی خوندم؟ نه. آخه چرت و پرت گفتم الان. دکترای روانشناسی تراپیست مهندسی پزشکی اصلا هر کدوم جدا ان. هرچی اطلاعات عمومی داشتی ریختی وسط. آره ببین تو الان چند سالته؟ 18. تو این 18 سال بدترین جوزی که زدی چی بوده؟ بدترین جوزی که زدم فکری روحه یه جا. آها یه بار رفته بودیم شهرستان، بعد دیگه همه توهم زده بودیم که یکی دیگه اینجاست. بعد من گفتم جارو بدید، من با جارو بیرونش میکنم. با جارو در واقع کردم به خیال خودم بیرونش کردم و واقعا هم انگار بیرون شد. الان داری جدی میگی اینو؟ نه. یعنی چی با جارو دیدیش؟ یعنی با جارو بیرون کردی یا داشتی هوا رو بیرون میکردی؟ هی تو شهرستان بودیم، بعد یه خونه خیلی قدیمی مثلا قدیمی و اینا. بعد پا شدیم نصف شب رفتیم اونجا نشستیم که هم مثلا احضار روح کنیم. و قبل از اینکه احضار روح کنید مریضی مگه؟ خوب نه دوستامون خیلی خوب بلد بودن. چجوریه؟ اونا خیلی خوب احضار روح میکردن قشنگ دیگه. مثلا هرچی سال مال داشتن با احضار روح سرتش هم میوردن. داری چرت و پرت میگی. من خونه تنها این حرف رو نزدم. من میترسم من ریدم تو خودم. من یه دسته اسکم داری واقعی میگی. من شب خونه تنها. به من رفتی شب خونه تنهایی؟ آره. به من رفتی نداره. ولش کن بیا راجع. ببین به جن اعتقاد داری اصلا؟ اعتقاد داشتم الان دیگه اعتقاد ندارم. اما که بیرونش کردی با جارو؟ آره دیگه همون موقع خیلی سفت و سخت اعتقاد داشتم. با آب و جارو بیرونش کردی یا با جارو خالی؟ با جارو نه بابا زمین خیس شد، زمین پر گل بود. من ندیدی؟ بعد در خونه اصلا چوبی بود. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ آها میگن جن از آهن میترسه؟ دیگه همچین چیز اصلا ولش کن بیا راجع بهش حرف بزنیم. تو رو قرآن نه، تو رو خدا نه، ولش کن. ما جنا رو دوست داریم. نه دوست نداریم. نه دوستتون دارم. الان هر چی بگیم میاد سراغ بوده دوست. آره هر چی بگید میاد سراغ. یه دقیقه وایسا. مام بزرگم میگه یه چیز تیز نزدیکت باشه نمیان سمتت. این ناموسا با چنگال میزنه. چاقو رو چنگاله.
خوبه با یه چنگال سرتاشو هم میاری. دمتون گرم تا اینجا ویدیو بودیم. داریم 100K میشیم. عشق منین، عشوه‌گرین، جاهای زشمش زشت نرین. ولی دمتون گرم بچه‌ها، واقعا لطف شمایی که من به اینجا رسیدم. خیلی خوشحالم که شما رو دارم و امیدوارم که بتونم بعد 100K ویدیوهای خیلی 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 خفن‌تر دیگه ای براتون برسونم. کلمه کلیدی ما یه معما میخوام. ماهیا اگه گفتی چرا من دیگه دست نمیدم. چرت و پرت. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. فعلا.